ذکر این هفته برای ادای قرضهای کلان از خزائن غیبی است. حدیث صحیح است، رسول الله صلی الله علیه وسلم خطاب به حضرت معاذ فرمود ای معاذ، اگر قرضهای تو به اندازه کوه احد باشد، اگر این ذکر رو بگید مطمئن باش الله تعالی از جایی که فکرش هم نمی کنید قرض تو رو ادا می کند. خیلی از ماها دین داریم، واقعا قرض داریم و حیرانیم. مطمئن باشیم الله تعالی در پرتو این ذکر و تلاش و یقین و باور از جایی که فکر نمی کنیم قرضها رو ادا خواهد کرد. پیامبر خدا به حضرت معاذ فرمود بگو قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. این ذکر رو ورد کن انشاءالله. هر چقدر قرضت بیشتر هست بیشتر بر این ذکر پایبندی کن. من عدد خاصی رو تعیین نمی کنم چون در حدیث هم عدد خاصی نیامده. دوستان حاضرین انشاءالله؟ همه ما بدهکار هستیم، کدوم ایرانی از بدهکار نباشه؟